در مورد سیستم‌های عرق‌گیری میخوام مطالبی رو خدمتتون عرض کنم. سیستم‌های عرق‌گیری بر دو نوع هستند: سیستم‌های غرب‌آبی و سیستم‌های بخار صنعتی. سیستم‌های غرب‌آبی همین سیستم‌هایی که مشاهده می‌کنید دارای یک مخزن و کندانسور برقی یا آبی هستند که شما میتونید محصول رو داخل این مخزن‌ها بریزین و آب بریزین روش و عملیات عرق‌گیری رو انجام بدین و بخار به وسیله شلنگ به کندانسور بیاد و شما بتونید عرق رو تهیه کنید. ولی سیستم‌هایی که بخاری هستن و صنعتی هستن دارای یک دیگ پخت هستن، دیگ بخار هستن و کولینگ تاور هستن که اصلا محصول با آب ارتباطی نداره و به وسیله بخار میاد به دیگ پخت و عملیات عرق‌گیری انجام میشه و بخار به کندانسور میره و از اونجا آب گرم به کولینگ تاور ارسال میشه و کولینگ تاور وظیفه سرد کردن همون آب گرم رو داره و به مدار باز برمیگرده و در واقع هدر رفت آبی تو سیستم بخار صنعتی نداریم. سیستم‌های غرب‌آبیمون به این صورت هستش که از دو جزء تشکیل میشه: مخزنی که شما عرق رو میگیرین و محصول رو داخل این میریزین و کندانسوری که به صورت برقی یا آبی هستن که توضیحات رو در موردشون خواهم داد. شما تو این مخزن‌ها که از 10 لیتر اسمی ظرفیت 10 لیتر شروع میشه که تا 200 لیتر خانگی میتونید محصولتون رو بریزین و عملیات عرق‌گیری رو انجام بدین. البته باید آبم روش بریزین که بخار انجام بشه و به وسیله شلنگی که داخل این دستگاه‌ها ارسال میشه خدمتتون به کندانسور وصل میشه و بخار به وسیله این شلنگ‌ها به کندانسور میره و عملیات تقطیر یا همون سرد کردن اون بخار رو انجام میده. و اما در مورد کندانسورها توضیحاتی رو بدم خدمتتون. کندانسورهامون به صورت استیل، آلومینیوم و مسی هستن که نسبت به عرقی که می‌خوایم بکشیم و سفارشی که می‌خوایم انجام بدیم قابل ارسال هستش. در مورد کندانسورها خدمتتون عرض کنم که دارای یک فن برقی هستش که عملیات تقطیر رو انجام میده و با استفاده از لوله‌های مسی، آلومینیوم و استیلی که روش تعبیه شده عملیات تقطیر رو انجام میده. در مورد این مخزن‌ها توضیح بدم خدمتتون. این مخزن‌ها آلومینیومی هستن و استیل هم موجود هستش. این مخزن‌ها رو باید مستقیما در برابر حرارت قرار بدیم و روی گجاگ گاز قرار بدیم که مستقیما حرارت بهش بخوره و محصول شما عملیات عرق‌گیری انجام بشه. این سوالی که پیش میاد آیا این عرق‌گیرها و این مخزن‌ها قابل انفجار هستن یا اصلا در برابر حرارت ذوب میشن؟ جوابی که باید بدم نه هستش. این مخزن‌ها چون پایینشون ورق 2 میل استفاده شده و مقاوم هستن در برابر ذوب شدگی و حرارت مستقیم و همچنین چون مدارتون باز هستش، یعنی به این صورت هستش که بخار به وسیله شلنگ از بالای این مخزن به کولینگ تاور و یا همون کندانسور انتقال داده میشه، بس در نتیجه قابل انفجار نیستن و نگرانی در این مورد نیست. و اما در مورد مدت زمان عرق‌گیری این دستگاه‌ها باید خدمتتون عرض کنم که در حالت نرمال بستگی به گنجایش این مخزن‌ها و آب و گیاهی که می‌خواین عرق رو انجام بدین و عملیات عرق‌گیری رو بخواین روش انجام بدین که به صورت ایدئال خروجی این دستگاه‌ها 5 الی 15 لیتر در ساعت هستش. برای شستشوی این دستگاه‌ها بعد از هر عملیات عرق‌گیری که شما انجام دادید باید کاملا این دستگاه‌ها رو خشک کنید و با استفاده از اسیدهای مجاز مثل جوهر نمک، جوهر لیمو یا آب لیمو میتونید این دستگاه‌ها رو شستشو بدین و عرق‌گیری بعدیتون رو انجام بدید. این کار رو برای چی انجام میدیم؟ که بو و اون مایعی که از عرق‌گیری قبلی شما مونده بتونین این رو تمیز کنین و باعث بشه که عرقی که میخواین بگیرین بوی و طعم قبلی رو نده و کیفیت بهتری رو داشته باشه. در مورد کندانسورها خدمتتون مطالب رو عرض کنم. کندانسورها بر دو اساس هستش: کندانسورهای برقی و کندانسورهای آبی. کندانسورهای برقی اصلا پرتی آبی وجود نداره، شما مستقیما بخار به لوله‌های این کندانسور انتقال داده میشه و با استفاده از سیرکوله‌ای که انجام میشه عملیات تقطیر انجام میشه. ولی تو کندانسورهای آبی ما پرتی آب نسبت به کندانسور برقی خیلی زیاد داریم، در واقع به روش سنتی داریم کار میکنیم، ولی تو کندانسورهای برقی اصلا پرتی آبی وجود نداره. اگر هر نوع سوالی در مورد عرق‌گیرهای خانگی و یا صنعتی داریم میتونیم با مشاوران فروش آریا تجهیزات تماس بگیریم و مشاوره رایگان دریافت کنیم و یا اگر قصد خرید داریم میتونید از وبسایت ما به صورت آنلاین خرید کنیم.